در دل کوهستان‌های سر به فلک کشیده اورامانات و در شهر زیبا و آرام پاوه حدود سال 1850 کودکی چشم به جهان گشود که نامش بعدها به یکی از چهره‌های ماندگار فرهنگ و ادب کردی بدل شد: میرزا عبدالقادر پاوه‌ای. او در خانواده‌ای اهل علم و احترام رشد یافت و دوران کودکیش را در مکتبخانه‌های ساده اما پر از عشق آن روزگار گذراند، جایی که استعدادش در خواندن، نوشتن و آموختن علوم دینی خیلی زود شکوفا شد. در سالهای جوانی آشنایی با متون فارسی و عربی و مطالعه کتاب‌های عرفانی مسیر تازه‌ای پیش پای او گشود. طبیعت نفسگیر اورامان، زبان شیرین هورامی و فرهنگ کهن مردم منطقه الهام بخش شعرهای او شدند. میرزا با قلم نی و کاغذهای ساده نخستین سروده‌هایش را نوشت و آرام آرام به یکی از صداهای اصلی ادبیات اورامانات تبدیل شد. او در کنار شاعری در ترجمه و کتابت نیز مهارت بسیار داشت. دست‌نوشته‌ها و دفترهایش سالها بعد در قالب دیوانی ارزشمند گردآوری شد و به یادگار ماند. میرزا عبدالقادر نه تنها شاعر بلکه پاسدار فرهنگ، زبان و موسیقی هورامی بود و شعرهایش نسل به نسل میان مردم پاوه و اورامانات جاری ماند. در سالهای پایانی زندگی همچنان با آرامش و عشق به نوشتن ادامه داد تا آنکه در سال 1910 چشم از جهان فرو بست. اما یاد و نام او همانند کوههای استوار هورامان همیشه زنده و الهام بخش خواهد ماند.